سلام، خوش اومدین به پادکست گیت ماب. قبل از شروع یه سری به پیج ما در یوتیوب بزنید، چنل ما رو سابسکرایب کنید و برگردین که داشته باشیم 5 خبر برتر هوش مصنوعی رو. خبر اول و خبر بسیار داغ، اوپن ای آی یواشکی با بیش از میلیون ها ساعت ویدیوهای یوتیوب GPT-4 رو آموزش داده. در ضمن این خبر نشون میده که این اخلاقی نبوده و حق کپی رایت این ویدیوها برای اوپن ای آی مسئله ساز خواهد شد. خبر دوم، اپل که به خاطر آیفونش معروف هست در جستجوی درآمد دیگه‌ای هست. نویسنده بلومبرگ میگه که اپل در حال بررسی روباتیک هست و هدفش هوشمند کردن خانه‌ها از طریق اتوماسیون و اپل تیوی با دوربین‌های داخلی جهت برقراری تماس‌های فیس تایم هست. البته همه اینها در حال آزمایش هستند و در حال حاضر اپل روی بهتر کردن آیفون تمرکز داره. خبر سوم، محققان آنتروپی یک آسیب جدیدی رو در مورد داده‌های زبانی بزرگ کشف کردند و اون رو زنجیرشکنی چند تیره نامگذاری کردند. توی این روش ابتدا مدل‌های زبانی بزرگ با استفاده از سوال‌های ساده آماده میشن و بعد به سوال‌های حساس‌تر مثل چگونگی ساختن بمب میتونن جواب بدن. خب و این مسئله انگیز هست. خبر چهارم، اسپاتیفای ویژگی جدیدی رو به نام لیست های پخش هوش مصنوعی معرفی کرده که به کاربران اجازه میده با استفاده از دستوراتی مثل بیشتر پاپ باشه یا ضرب کمتری داشته باشه آهنگ ها و پلیلیست های مورد نظر خودشون رو درست کنن. خبر پنجم، ایلان ماسک اعلام کرده که تسلا روبوتاکسی رو در تاریخ 8 آگوست قرار رونمایی کنه. روبوتاکسی قرار کاملا خودکار باشه و حتی پرداخت هم بدون دخالت انسانی صورت بگیره. مرسی که با ما بودید. تا بعد، خدا نگهدار.